انسان اگه سر خودش کلاه بگذاره در حقیقت تو بحث خوبی ها و ارزش ها و اعمال شایسته‌ای که روش ثواب مترتب میشه و خیر و برکت روش مترتب میشه، در حقیقت داره خودشو فقیر میکنه. هر کسی تو بحث خوبی ها و حسنات بخواد سر خودش کلاه بگذاره، خودشو داره فقیر میکنه، یعنی داره از خودش میدزده. درسته؟ انسان سالم تندرستی که میتونه غنی باشه تو اعمال، تو حسنات، تو ثواب، تو کارهای خیر، اگر از این سلامتیش و تندرستیش و عقلش و هوشش و توانش استفاده نکنه، در حقیقت فرصتهای خوب برای پربار کردن زندگی دنیا و آخرتش و برای روسفیدی خودش و برای سلامتی و تندرستی خودش در حقیقت داره کوتاهی میکنه و از خودش میدزده. و حتی در احادیث هم وارد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم دزد و اینطوری معرفی کرده، میگه یکی از شما بلند میشه نماز میخونه، از نمازش میدزده. گفتن یا رسول الله، یعنی کسی هست که از خودش دزدی بکنه؟ معمولا دزد میره مال کسی رو بدزده که مال اون کم بکنه، مال خودش اضافه بکنه. نگاه صندوق تاجری بینه، میدونم فلان به خانه این شب وارد میشه که از مال اون سرمایه دار بدزده و به مال خودش بیفزایه. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خطرناکترین دزد دزدی است که نماز میخونه از نمازش میدزده، روزه میگیره از روزش میدزده. میفهمیدیم که این دزدی چقدر خطرناکه که انسان از حسنات خودش بدزده. گفتن یا رسول الله چطوری از نمازش میدزده؟ خب نیتش خالص نیست، برای ریا نماز میکنه، حرکات انجام میده ولی ثواب نداره، چون برای 4 رکعت نماز خداوند اینقدر ثواب در نظر گرفته، به شرطی که اخلاص داشته باشه و درست انجام بده. حالا اگر اخلاص نداشته باشه که 1000 رکعت هم بخونه برباد رفته، یعنی وقتش داره تلف میکنه. دزدی که روزه میگیره نیتش درست نیست، ترک گناه نمیکنه، ترک غیبت نمیکنه، ترک فحاشی نمیکنه، بدزبانه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، مسخره میکنه، دروغ میگه، روزه هم هست، از صبح تا غروب هم نمیخوره، این هم دوباره یه دزد حرفه‌ایه. ولی یه دزد حرفه‌ای احمق فکر میکنه چیزی رو پسنداز کرده ولی هیچی پسنداز نداره. خب نیتش که خرابه تو نماز، حرکتاش هم که خیلی زیاده تو نماز. اگر حرکت ها تعمدی باشه مبطل نمازه، بدنش فقط تو نماز به خارش میفته. وقتی فینال فوتباله سیخ نشسته، اصلا چه نه چشمش حرکت میکنه نه بدنش، نه تشنه میشه. تو فوتبال هم وقتی فینال دارن نگاه میکنن کسی حرف نمیزنه، اگه یه نفر شلوغ کرد. ولی تو نماز حرکتاش، خارش بدنش، رکوع میره رکوع رو کامل نمیکنه، هم میخونه هم دو کامل نمیکنه.